در یکی از مهمترین تحولات اخیر در پرونده‌های مهاجرتی افغانستانیا و امریکا، وضعیت برنامه ویزای ویژه مهاجرتی یا SIV همچنان با ابهام و محدودیت‌های جدی روبرو است. SIV برنامه است که برای برخی از شهروندان افغانستان که برای دولت امریکا یا پیمانکاران واجد شرایط آن کار کرده‌اند ایجاد شده بود. این برنامه در سالهای گذشته یکی از مهمترین مسیرهای مهاجرت قانونی افغانستانیا و امریکا محسوب می‌شد. اما اکنون شرایط برای متقاضیان بسیار پیچیده شده است. بر اساس صفحه رسمی وزارت خارجه آمریکا، محدودیت ورود اتباع افغانستان از اول جنوری 2026 اجرایی شده است. این موضوع به این معنی است که حتی متقاضیانی که مشمول روند ویزای ایسایی هستند ممکن است با محدودیت‌هایی در صدور ویزا یا ورود به آمریکا مواجه شوند. وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده که برخی متقاضیان همچنان می‌توانند درخواست ویزا بدهند و حتی برای مصاحبه اقدام کنند، اما این مسئله الزاماً به معنای صدور ویزا یا اجازه ورود به آمریکا نیست. از طرف دیگر، یک تغییر بسیار مهم در خود برنامه ایسایوی نیز اتفاق افتاده است. طبق اطلاعات بروز رسانه شده آیرپ، مهلت ثبت درخواست برای تاییدیه یا چیف آف میشن یا امان کام در 31 دسامبر 2025 پایان یافته است. برای افرادی که پیش از آن تاریخ درخواست کام خود را ثبت کرده بودند نیز مهلت ارائه اسناد تکمیلی تعیین شده بود. بنابراین باید بین دو گروه تفاوت قائل شویم. گروه اول افرادی هستند که هنوز میخواستند برای نخستین بار وارد فرایند کام شوند. برای این افراد پایان مهلت ثبت درخواست جدید اهمیت بسیار زیادی دارد. گروه دوم افرادی هستند که پیش از پایان مهلت پرونده خود را ثبت کرده‌اند و اکنون منتظر تصمیم یا ادامه مراحل هستند. برای این گروه پرونده لزوما به معنای پایان کار نیست، اما مسیر بسیار نامطمئن‌تر شده است. نکته مهم دیگر این است که محدودیت ورود به آمریکا فقط موضوع ایسایوی نیست و یک تفاوت مهم میان رسیدگی اداری به پرونده و صدور ویزا و اجازه ورود وجود دارد. یعنی ممکن است یک متقاضی همچنان بتواند بخشی از روند اداری پرونده خود را طی کند، اما در نهایت به دلیل محدودیت‌های فعلی با مانع صدور ویزا یا ورود مواجه شود. وزارت خارجه آمریکا دقیقاً درباره همین مسئله هشدار داده است. در همین حال گزارش‌های اخیر در آمریکا نشان می‌دهند که شمار بسیار زیادی از افغانستانی‌هایی که در مسیر مهاجرت به آمریکا قرار دارند همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند. برای نمونه گزارش منتشر شده در 6 آگوست 2026 با استناد به نهاد افغانی وک، تعداد بسیار بالایی از افغانستانی‌های منتظر در سیستم اسکان مجدد آمریکا خبر داده است. اما اینجا یک نکته بسیار مهم برای متقاضیان وجود دارد. داشتن یک کیس، داشتن تاییدیه کام، داشتن وقت مصاحبه و داشتن ویزای صادر شده 4 مرحله یکسان نیستند. هر کدام از این مراحل وضعیت حقوقی متفاوتی دارند. بنابراین اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان پرونده ایسایوی دارید، نباید صرفاً بر اساس خبرهای شبکه‌های اجتماعی نتیجه بگیرید. پرونده‌تان بسته شده یا حتما ویزا دریافت خواهید کرد. وضعیت هر پرونده باید بر اساس مرحله‌ای که در آن قرار دارد بررسی شود. در حال حاضر مهمترین پیام برای متقاضیان این است که پرونده‌های موجود را با دقت دنبال کنند. ایمیل‌های رسمی را بررسی کنند و تفاوت میان کام، مصاحبه، صدور ویزا و اجازه ورود را در نظر داشته باشند. این وضعیت یکی از جدی‌ترین تحولات سال‌های اخیر برای افغانستانی‌هایی است که روی برنامه ایسایوی برای رسیدن به آمریکا حساب کرده بودند. منبع اصلی این گزارش وزارت خارجه آمریکا و اطلاعات بروز رسانه شده آیرپ درباره ایسایوی افغانستانی‌ها است.